در حینک خونه خدمدین پیر شیم، دورای جوانیام دلگیر شیم. ولا که او قد جوانی بیزیب نبیم، همرنگ خدم جوانی خجزیب ندیم. الکه شما پای برده که این حرف و هجا که گذشتن ایام جوانی را قصه میکنه به قلمی که تعلق داره. درود به شما. ما امروز تصمیم گرفتیم دنبال مؤلف این سطرها برویم و خوشبختانه او رو در یکی از باغ‌های خیلی هم سبزپوشی شهر سنت پترزبورگ استاد جهانگیر حکمزاد رو پیدا کردیم. درود بر شما، خسته نباشید. و شما دنبال جوانیاتون میگردید در این باغ و یا چی؟ مثلا همین شعری که نوشته بودیم درباره با لهجه شیرینی دروازی، اصلا یک خاطراتی از جوانی ها بود و گفتنیم که یک دوره های دانشجویی، دوره هایی که از سر گذراندیم، امی من یک خاطره هایی بودن که من وادار ساخت که امین شعر با لهجه نوبی دروازی انا انشا کردم و میخوام که اونقای برای شما یک بار بخونم. در حینک خونه خدمدین پیر شیم، دورای جوانی آمدلگیر شیم. راستیش بگم والا که بیزیب نبیم، ام رنگ خدیم لوندی خجزیب ندیم. مویا ما بگو لخچبادی تر بین، ای پشت سرم دراز و پیشی سر بین. در خطر یک چخیل بگو من رسول جان، انا یک لحظاتی از و خاطراتی از دوره جوانی بود. اگر چی نباشد، مخفی نباشد، چی خاطرات هستن ما؟ خیلی راستی که هم دوره جوانی و دوره که هر جوان هم بسیار در نزد حینک خودش بسیار نگاه می‌کنه. من میتونم تخمین کنم که شما اون زمان به قول که در شعرم انعکاس یافته است، جوانی بسیار بزیب و موی سری سیاه و همین روغن کردگی داشتید و شما با کسی دیگر شاید چیزی گفتید که و بر شما جوابی مقابل داد و شما همیشه را انشا کردید که والا که قد جواب لوندی بیزیب نبیم. اگه خواستم من در اینجا خیلی رسول جان خواستم بگم که خیلی ما هم یک نمیدونم در کدوم حالت همی چیز پیدا شد و به فکر من که کدوم من جوان یک کم ترک خودش مثال وایتر گرفت. ما هم گفتیم ما هم وقتش در جوان بودیم، ما هم مویای سرمون سفید، یعنی به قول شما اثبات کردید که ما هم آدمی بیزیب نبودیم. وقتش که ما هم خیلی جوان بودیم، ما هم سر صورت زیبا داشتیم. خیلی امروز که کم ترک سین سال هم گذشته است، الکی در موی سر، در موی لب ها الکی یک سفیدی، یعنی که این یک نشانه از پیری است و نشانی از سال خوردگی هم بگوییم. شما الکی به پیری تن دادید؟ نه، اون قدر سخت هم نه و یک مقدار معین. خیلی من که اصلا که نیکی شاعر گفته است که ریشه نخلی کهنسال از جوان افزونتر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیرا. یعنی که با تو کمتر که سین سال میگذره، کمتر عموما پیرانه سرتر میشه، دنیا با فکرم باز شیرینتر میگرده، باز همون لحظه ها و خاطره ها بسیارتر میگرده. یعنی که امکانیت عاشق شدن در شما؟ نه زنده باشید. راستی شما هم خوب آگاه هستید که ما چند روز قبل با استاد رحیم جان خوشقدم هم صحبت داشتیم در شهر تاریخی سوچی و انسان هم خیلی بعضی ها شکوه ها از پیری میکردند. من نمیدونم این شخص ایجادکاری ما چرا یک بار هم خیلی رو به شکوه و رو به شکایت پیری آوردن، در حالی که جوان هستید شما.
و یا غربت شما را وادار میکند؟ هم شاید که هم غربت باشه و رفیق جان اصلا بعدی که بابا شدم هم گپ راستش بعدی که انسان خیلی صاحب نبیره میشه و الکی حس میکنی که همین انا جوانی الکی گذشته است و نو عموما درباره سین سال من در نظر دارم و برای انا وقتی که میگه که راستیش بگم چو قندلات اینواسه شهد شکر قند نبات اینواسه ریجویا که بابی باشه سربافی ببی ریجویا که بابی باشه سربافی ببی زیبی همه گفتار صفات اینواسه. واه 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 تبریک میکنیم نبیره‌دار شدنتون رو. من قبلا فراموش کردم و شنیده بودم که شما بابا شدید، در این جوانی بابا شدید و الکی برای همون به قول مردمی درواز زوزانی تو 4 بایم بافتید که یک دبایتی نوشتم به خاطر نواسم باشه نه که امیر گفت مشاور انا راست گپ که زیبی همه گفتار وقتی که من چی را در نظر دارم که میگن که شیرین ترین از فرزندم که بعضی آدما که من از پیرانم میگه شنیدم که نواسه بسیار شیرین است و بسیار انا وای است چخیل بگم اصلا بابا و بیبیشه بسیار یک در نوای میمونه در چخیل بگم در اون حالتی که اگر که دیرتر ببینی انا وای نبیره را ببینی لکی انا احساس دلگیری میکنی میخوای که برای انا خبر بگیری ببینیش اگر که مثال دیگر جدا باشد راست گپ انا امی خیلی و برای هم گفتم که زیبی همه گفتار و صفات اینواسه شهد شکر قند نبات اینواسه بسیار شنیدم که شما برای همین خوشحالی را یعنی استقبال کردن یک دسترخوان خوب ایدانه برای نبیره دار شدن و برای استقبال از نبیره تهیه کردید، گسترده کردید و دوستان زیاد رو دعوت کردید. من در همون زمان چون شنیدم فهمیدم که در حقیقت استاد جهانگیر امروز خیلی شادمان است از آنه که نام بابوگی را گرفت در سر خودش. خوش به حالتون، خوش به حالتون. استاد جهانگیر انا فکر میکنید که بابیای ما را خیلی دوست می داشتن؟ به نهایت من و براستی که بعد از فرزنددار شدنم بعد وقتی که فرزنددار میشه و انسان بعد عموما اون مهرت اون رنج اون دوستداری که والدین برای انا فرزند میکنه اون بعد احساسات میکنه که چقدر پدر و مادر ما والدین ما چقدر ما را دوست می‌داشتن و چقدر برای به خاطر ما رنج کشیدن و امروز وقتی که صاحب نبیره میشوی و باز همون انا دوستداری که انا بی و بابیامون ما را انا دوستداری میکردن همون چیزا را امروز احساس میکنی. من میدونم نبیره‌دار شدن شما و برای مثلا زوجه شما این یک تحول در روزگار است، یک صحیفه تازه در زندگی باز می شود و این همه شادمانی ها در شهر غریبی و در مهاجرت شد و انا این مهاجر بودن و شما رو خسته نکرده است؟ در حقیقت انا هجرت خیلی انا وای است، یک درد است که امروز بیشتر جامعه از این انا برخوردار است. یعنی که من غربت انا بسیاری انا شهروندانی که امروز با غربت یعنی که به روسیه میآیند و مهاجرت اصلا برای کار میبیان. ما هم اول برای کار اومدیم و بعد امروز زندگی داریم. اینه که به قول ناصر خسرو یک سخن خیلی یک بیت خیلی خوب مشهور داره درباره غریبی، میگه که گرد غربت نشود شسته ز دیدار غریب، گرچه هر روز بشوید سر و رو به گلاب. یعنی که در غریبی بگذار که همه چیز دنیا باشه، همه چیز مهیا باشه ولی وطن نیست. این خاکی میگه یک این خانه قشنگ است ولی خانه ایمان نیست. و شما در دفتری که کار میکنید امروز در همین شهر سنت پترزبورگ میدونن که شما در برابر این مسئولیت بزرگی که در یک دکان تجارتی دارید شما شاعر هستید؟ من خودم را خیلی بگم من کم کم می نویسم. راست گپ من اگر خود ما اونقدر شاعری با قوتم وای نمی کنم.
حساب نمیکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که به پایه شاعری رسیدن این یک خیلی مهنت مشقت زیاد طلب میکنه و این چیز براستی که از خوردی از دوره مکتبی تا به دانشجویی کم کم می نویسیم و همون چیزا هم راستی گپ تا امروز ماندن از دوره دانشجویی. نیتی کتاب کردن داره؟ کتاب شود پیشکشی خواننده شود؟ در این باره یگان بار فکر نکردم. نه که شاید که شده باشم، خیلی زیاد شدن نوشتجاتم اون چیزایی که من ایجاد کردم قریب که برای یک کتاب کردن شدن. خیلی که نمیدونم، با روزگی خداوند انشالله می شود. خب من شما را چون خورد بودیم در درواز و ما شما را همچون یک فرزند هنرمند، فرزند یک عائله صاحب فرهنگ میشناختیم و میشناسیم و امروز با اون هنر و هنرمند منظور بنده است مثلا سرایندگی و یا نوازندگی شما قبلا میکردید با همراهی پدر بزرگوارتان روحشون شد، امروز از اون جاده دور رفتید؟ راستی که دیگر خیلی که همون چی طوری که میگن دوره مکتبی و دوره یعنی بیشتر جوان در اون دوره بودیم و کم کم سندکاری هم میکردیم و همین چیز در دل من خیلی یک نقشی، یک خاطرات نیکی من دارم از اون دوره های که با همراهی بزرگوار قبلگاه هم معرکای آدما را میرفتیم میگذروندیم، در چهاربینی های ناحیوی اشتراک میکردیم. براستی که یک خاطره های نیکی ماندگی هم درست است. خاطره های شما را ما قبول داریم، زیرا ما هم تا جایی که میدونیم نه من بلکه تمام مردم صاحب فرهنگی وادی درواز از خدمت های شایان پدر بزرگوار شما آگاه هستند و پدر شما در برابر سندکار بودن یک لطفی. براستی که همین خیلی بگم، من اصلا نوازنده بودم، قطعی پدر من وای میرفتیم معرکه میرفتیم. این شاید که از صوب آوازم اونقدر فورم نبود به فکرم، یا خیلی که پدرم اونقدر وای نکرد نه که خیلی به فکرم از صوب همین وکلم خوب نبود. یعنی که آواز خود شما برای خود شما پسند بود؟ اگه به خدمت پسند بود درست گپ دیگرها را نمیدونم. اگر که در همین آوازی من یگان جدیت یگان عموما که یگان چیزی عجیبه اگر قبلگاه بزرگوار پس برای انمون علا گفتن و برای انمون نوازش نبره دکتر پیدا کردید؟ ولی راست گپ انا دکتر یک تا یافتم آوردم از تاجیکستان، اگه کم کم مشق کردم. میخوام که رسول جان بین بیرم یک چند تا شعرهای می خوش رو بگیرم با آهنگ بدرارم و بخونم خودم و لهجه باشد. و لهجه این لهجه باز شیرین تر میکنه، همون نوازش و نمسه شما رو تیز خواب میبره. برای تیز خواب کردن اما برای که لهجه بابیگیش یادش نره. یعنی که یک زمینه برای انمون زبان آموزش میتونه باشه لهجه؟ حتما هست. من فکر میکنم که امروز کسی که با لهجه خودش اگر گپ میزنه و سخن میکنه، من فکر میکنم که لهجه دروازی از همه لهجه های زبان های دری شیرین تر است. من فکر میکنم که نبیرم پیش از اول لهجه خودمون، یعنی که لهجه دروازی را یاد بگیره و زبان مادری تاجیکی و بعد لهجه دروازی. درست است. زیدوری های دور یاد و خیال من با پرواز است. این شعری است که الکی یک چند سراینده دروازی با آهنگ در آورده و سرودن. این در کدام حالت ایجاد شد و چه خیلی شما مثلا این رو ایجاد کردید و یا فرمایشی بود و یا هم که بداهتا از روی مهر سرودید؟ نه اصلا که بگیریم زیدوری های دور یاد و خیال من با پرواز است. این شهادت از آن میدیه براستی که یک لحظه همون یاد وطن بسیار دلگیری سختم کرد و بداهتا همین چیز با نوگی زبان آمدم اون یک الهامی که شاعرها دارن و من همین چیز نوشتم و گفتم که
زدوری های دور یاد و خیال من به پرواز است. پیام از شهر غربت ها به سوی ملک درواز است. من در فراق چهچه مرغان خشخانش درون سینه دل نالد که میلش سوی درواز است. رهایش گر کنم از این قفس بالیده می گردد، ولی صد حیف که تن اینجا روانم سوی درواز است. عجایب ملک درواز است، صدقه هر پاره سنگش. خیالم آب جان بخش حیات در جوی درواز است. و من بیشتر رسول جان نمیدونم با کدام خاطری است که بسیار درواز دوست میدارم و بیشتر ایجادات من در همون دایره فرهنگی درواز است. بله بله، ما همچون اعضای گروه درواز در شبکه‌های اجتماعی و اعضای گروه جوانان درواز، اعضای گروه اجتماعی زینگ و همچون خلای خوم زینگ دشتک گروه ها هستند که بیشتر مردم درواز در اوجا سر میزنند و همچنین مردم بزرگ ونج زمین هم. از این خاطر ما کم و بیش به لهجه که سخن میکنیم. بیننده عزیز شما ما را معذور دارید، زیرا اونهایی که ما را میبینن و یگو لهجه که ما استفاده میکنیم کم کم اونها خودشون میفهمن. از این خاطر ترجمه لازم دیگر گفتار ماست. شاید از همین خاطر بازی به نزدیک یک به لهجه چی شعر گفته بودید؟ دوست گپ که در همین از یک همین شبکه های اجتماعی اصلا من در فیسبوک بسیار می نویسم و یک سامانه پوشیده هم دارم با نام گنجور و از این گفتای شما سامانه درواز از دشتک و مرک زینگ در این من شامل هستم و من بسیار اون اخبارات آن چیزایی که در این صحیفه ها میبرند من همه اینها را هر روز میبینم و امروز همین شبکه های اینترنتی اجتماعی یک چخیل بگم یک واسطه اساسی شدن که برای همین عموما برای معرفی کردن، برای نوشتن بعضی عموما ایجادیات هر یک پیشنهاد میکنن همونجا و در همین شبکه ها بسیار یک خیلی خوب است. من فکر میکنم که اون آدمایی که وای ندارن، مثلا اطلاعاتی ندارن یا که واسطه ندارن برای خاطر عموما چوب کردن اون ایجادیات خودش و امروز همین یک میدان خوب یک میدان خیلی خوب شده است برای همین ایجاد شخصای ایجاد کنند. در دوره دانشجویی هم شعر میگفتید با لهجه و یا عموما شعر نه؟ براستی که بود بعضی در شعرهای خرد بودن که من می نوشتم با لهجه دروازی. حالا مثلا و یا اگر خدا خواهد انشالله که اگر یگان کتابم اگر که چوب بشود من اون را حتما روی من از گنجور جهانگیر با خبر هستم و خوش به حال شما که هر چی که با لهجه می نویسید و بعدا لغت هم میگذارید که مثلا کدوم کلمه چی معنا داره. بسیار شخصانی هستند که میخونن و بعضی همون اصطلاحات و بعضی آن سخن‌ها و کلمه‌ای که از لهجوی هستن، بسیار آدمایی که در شهر زندگی میکنن از این چیزا بی‌خبرن و نمیدونن که داری برای من کدوم وقتی که با لهجه دروازی یگون چیز ایجاد میکنم حتما لغات همون چیزش در پایانش میگذارم که بدونن که گپ در کدام مسئله است و معنای کلماتی که استفاده میبریم چیست، اون اصطلاحاتی که در شعر استفاده برده میشه. بله بیننده عزیز، در حقیقت استاد جهانگیر یک کمک دیگر هم میکنه برای اشخاصی که شاید لهجه را نمیفهمن و یا فراموش کردن، دوباره اون کلمه های سحرناک دروازگی را و شما معنی داد میکنه که چی معنی دارن. و استاد من میدونم شما الکی با چند سرایندگان هم شعر می نویسید، به حق نظر حکومزاد یگان شعر پیشنهاد شده است؟ براستی که با کم هم همین نزدیکی اوقاتی یک شعری همین درباره درواز وای کردم، پیشنهاد کردم، خیلی خوندش، خیلی گفت خوب است. من اگر امکانیت شود من آهنگش میگذارم و شاید انتظار هستیم که خوب میشود که
باز اگر اکا یک نظر کمزور که بخوند برای من یک فخر است. مایه سربلند است. ما اولین شعری که گفتن که شعر به قلم استاد جهانگیر حکمزاد تعلق دارد، این همون زیدیراهای دور یاد و خیال من به پرواز است که شادیریا هنرمندی دروازی با آهنگ درآورده و منظور بیننده ها کردن. بعد یک واسطه شد که جهانگیر را نیز همچون یک ایجادکار معرفی ساختند و باوری داریم که استاد جهانگیر مین بعدم با در همین طبیعت زیبای سنگ پترزبورگ باز بیشتر ایجاد میکنند، هم با لهجه هم با زبان نوبی تاجیکی پیشکش مخلصانش میگردونند و ما باشیم با استاد در اینجا خداحافظی میکنیم و صحبت‌های بعدیمون ان شاءالله که باز ادامه میدیم در همین فضای خوشحال و فضای خیلی موافق و مساعد برای مصاحبه. هر کجا که هستید خدا نگهدارتان باشد، ما رو پیگیر باشید، خسته نباشید. بدرود.